به نظرتون توی تهران چند تا رستوران هستن که مشروبات الکلی به صورت علنی دارن سرو میکنن؟ اومدیم به یکی از این رستوران ها، بازیگرامون هماهنگ شدن، میز براشون رزرو شده، قراره برن داخل و یه آب میوه‌ای که داخلش الکل هست و سفارش بدن براشون بیارن. الان ساعت تقریبا 8، احتمالاً 1-2 ساعتی زمان ببره تا اینها بیان بیرون. منتظرشون میمونیم و قرارمون اینه که آب میوه الکل دار رو با خودشون بیارن بیرون. بله چنگ تاب چشم بله حتما کدومون برای میشه ساعت تقریبا 11 شب رد کرده. خیلی سخت بود، ضایع بود، عجیب بود که آب میوه رو بریزی توی بطری آب معدنی و از رستوران بیاری بیرون، ولی خب بازیگرای ما این کار انجام دادن و آب میوه الکلدار الان پیش ماست. من یه چند قطره از این آب میوه الکلدار رو باید بریزم داخل این، تستش کنم. درشی که باز میکنم بوی الکل میزنه بیرون، ولی خب چون اینجا نیستید خیلی متوجه نمیشید. من این میذارمش این قسمت پایین، در اینو میبندم. چند قطره از این رو من داخل الکل سنج دیجیتال قرار میدم. چند ثانیه صبر میکنم تا کل محیط شیشه آغشته بشه و درشو میبندم. درشو که میبندم به این شکل میشه. از این دریچه که نگاه میکنیم باید درصد الکل رو به ما نشون بده. معمولا بعد 5 ثانیه درصد الکل دیگه اینجا مشخصه. درصده از 0 تا 30 سفید شده، یعنی 30% الکل 30% داخل این آب میوه هستش.